سلام بچه‌ها، خوش اومدین به اولین ویدیو یوتیوب من صدفم، دامپزشکم، در حال حاضر ایران زندگی میکنم. امروز در خدمت دوست خیلی خوب و صمیمیم هستم که تقریبا ما 20 چند ساله که دوستیم با هم دیگه، یعنی من به دنیا اومدم با هم دیگه دوست شدیم. بفرمایید خودتون معرفی. من فاطمه ام، یکی از بهترین دوستای صدف. نه بهترین دوستمه، یکیش نه، بهترین دوستمه. چالش داریم با هم دیگه که با هم دیگه من فاطمه رو آرایش کنم، فاطمه منو آرایش کنه. فقط یه شرط دیگه داره، اینه که شما باید دوربین نگاه کنی، نه که منو نگاه کنی. میخوام ببینم چالش چیه، آخه نمیدونم. دوربین نگاه کن. فقط نکتهش اینه که با یک دست ما مجاز به آرایش هستیم. یعنی مثلا من نمیتونم اینو دستم بزنم اینجا استفاده کنم، بعد اینجوری بکشم. خیلی کار سخته. خیلی سخته. بفرمایید بریم ببینیم. خب نوبت تو. نه با خاطر اینکه یه ذره هیجانش کنیم با هم یه سنگا از قیچی بازی میکنیم. هر کی برد اون تعیین میکنه که شروع کنه آرایش کردن. اوکی بریم. ستاییه. 1 2 3 سنگ کاغذ قیچی. یکی سنگ کاغذ قیچی. سنگ کاغذ قیچی. یکی سنگ کاغذ قیچی. 2 1 سنگ کاغذ قیچی. 2 وای دست آقا چه دو شد. سنگ کاغذ قیچی. من بردم. باشه من بردم. با یه دست باید آرایش کنم. من با 2 دست نمیتونم خودم آرایش کنم. خب شروع کنیم. ما اول مرتوب کننده بزنیم. میزنم. نه دیگه نباید بهم بگی چیکار کنم، دیگه نباید بهم بگی. یه دست آیا یه خب دست. من چجوری در اینو باز کنم؟ یه دست. خب قبلش باید باز میکردی. اپا میتونم استفاده کنم؟ یه دستیه دیگه، حالا من نمیدونم. قوز نکن. خب این قلمه مرطوب کنم. نه قلمو دست بزن دیگه، انقدر با کلاس بزن. اصلا ما انقدر زیباییم خودمون، اصلا نیاز به میکاپ و اینا نداریم. خب خیلی کار سختیه. آره بچه میدونی من و فاطمه چجوری ما هم یه دوست شدیم؟ ازم دوستی ما رو میدونی چجوری بوده؟ یعنی ما همون یه مدرسه تو حرف بزنی چون من داره آرایش میکنه خیلی سخته. نه بگو. من و فاطمه یه مدرسه درس میکنیم که اصلا نمیتونیم اسمشو ببریم الان اینجا، اصلا اسمشو نبره، اصلا خیلی مدرسه خاص و خواصیونه، چون میدونی که ما خیلی خاصیم. بعد ما اونجا با هم دیگه از خردسالی با هم دیگه درس میخوندیم و اینا. حالا اسمشو نبرم، نه الان اسم مدرسه رو نمیگی فکر میکنن حالا توی مدرسه بی خود درس میخونی. نه خب خیلی مدرسه خفنی بوده، نمیتونم اسمشو بگم. خیلی الان دوست دارن تو مدرسه درس همه اونا به پیجم حمله میکنن، پیجم میبندن. خب میگن این از اون مدرسه بعید اینجوری تربیت بشه. مدرسه های الان دیدی؟ آره به خدا زمان ما اینجوری بودش که ما مثلا اگه شدم مدرسه ما اینجوری بود که بعد مقنعه وقتی میرفتیم تو مدرسه مقنعه رو در میآوردیم رو سر سفید سرمون میکردیم با دمپایی. جورابامون هم جوراب سفید بعد میبود حتما. منم همیشه اخراج بودم چون این کارا رو نمیگن. خب با یه دست اینو هی بعد به خودم بگم آرایش با یه دست. بچه یکی از خاطراتمون رو تعریف کنم. من که زیاد یادم نیستش ولی خب فاطمه رو واسش کمکم میکنه دیگه. چون من جزء تیم والیبال مدرسه بودم، والیبال بازی میکردم. و فاطمه یه نکته بهتون میگم، فاطمه تا راهنمایی با ما بودش، یعنی دبیرستان اخراجش کرد. نه اخراجش نکردن دیگه عقل اومد سراغش و رفت توی مدرسه که درصدش بود، مدرسه که به دردش میخورد. من کانتور و اینا بلد نیستم من در همین حدم. آرایش بیرون سوپرمارکته. بعد خدای چه شکلی میشم یعنی دیگه نمیدونم. خلاصه چی ما با همین من والیبال بازی میکردم و فاطمه خیلی درسش خوب بود، همیشه اصلا شاگرد اول همیشه شاگرد اول، همیشه دفتراش منظم. خودتو داری میگی؟ منظم مرتب. ما 5 فراموشی گرفتی. 5 رفیق بودیم. خب
از بس که ما شر بودیم با هم دیگه، یعنی با هم دیگه نباید توی یه جا می بودیم، همه کلاسا جدا بود. فاطمه 1-4 بود، من اول 1-1 بودم، بعد منو انداختن 1-3 2-3. کتفم خورد شد. این چه چالشی بود؟ بعد من انداختن 2-3 و من تو تیم والیبال بودم و ما چیز بودیم، ما همیشه کلاسامون و معلمامون اینا با هم دیگه فرق می‌کردش. یعنی اینجوری بود مثلا معلم ریاضی که به من درس میداد، ببخشید، معلم ریاضی که به من درس میداد به فاطمه درس نمیداد. بعد ریا نباشه، خانم دکترتون جز المپیاد ریاضی بودش اون موقع. آره. بعد خلاصه همیشه فاطمه یه کارایی میکردش که من آدم فروش هم زیاد داشتم. ما مطمئنم این ویدیو رو میبینی، فکر نکن ما نفهمیدیم که تو فاطمه رو میفروختی. ما فهمیدیم که کار توه. واقعا فهمیدی؟ نگاه نمیکنی دوربینو؟ نه چرا؟ واقعا فهمیدیم کار تو بوده، ولی کارت اصلا قشنگ نبود. اصلا از تو اون سن اینقدر آدم فروش. خلاصه چی بچه‌ها، من داشتم والیبال بازی میکردم، یه دفعه گفتن خانم فاطمه گرامی نژاد 1-4، خانم صدف شاطری 1-1، خانم ایکس و ایگرگ و زد. آدم فروشا نمیخوام اسم ببرم، هم فیمس میشین، هم یه نمیخوام زیاد بگم مثلا اهمیت داشتی. به دفتر، به مدیریت چی میگفتم؟ خانم شیرین خدا بیامرز چی میگفتم؟ به مرد از دقیقه من مرد. داره بارون میاد، خدای من بارون نیا، زود باش. بابا کرم نمیخوابه، من با یه دست خیلی سخته. به من اگه الان میگفتی آشپزی کن برام راحت تر بود. خب دیگه خیلی هم حرفه‌ای نباید باشه دیگه. نه داره بارون میاد بچه‌ها، چالشش فوق‌العاده است زیر بارون. به خدا باید سابسکرایب کنین. من واژگونه صورتی میخوام. سابسکرایب کنین، لایک بزنین. سابسکرایب کنید، لایک کنید، واسه دوستاتون بفرستین، شیر کنید. اینو بعد اینطوری کنم. دکمه بزن. فقط ببین فاطمه ایست بگم این خودش بهش صورتی هست. خب اینو بزن، فقط اینو بزن همینجوری. این زیاد نزن، این سرویس میشیم بعدش بلند کردنش بدنمون در میاد. بخم آفرین. یه ذره بلند کردنش سخته. فکر کنم شکلی جوکر شد. واقعا همین آرایشم با یه دست از من بعید بود. واقعا اگه راستشو بخوای. بچه داره بارون میاد، میدونستی؟ خیلی خوشگل شدی دیگه. تو به نظر آرایش نمیخواد. خلاصه هیچی بچه‌ها، ما رو خواستن دفتر، بعد گفتن که گرامی دوباره یه کاری کرده بود دیگه مثل همیشه. ما رو خواستن دفتر و اون خانم فرج اللهی چیه؟ اون همکلاسی دوست رفیق شفیق 2 سال پیش تو دارم میگم. فضوله. خودت تعریف کن بعدش چی شد. تعریف کن. وایستا تمرکز کردم با یه دست دارم آرایش میکنم. اون چه دستته پس اینه؟ این دستم کار نمیکنه. بالاخره نباید ازش استفاده کنی. خیلی کار سخته. هیچ وقت از این چالش‌ها نذارید. بابا چالش‌های خیلی منطقی تر داریم ما. بیا الان قیافه به این خوشگلی رو خوب شد من دارم خراب میکنم. دروغ میگه، داره خوشگل میکنه. خیلی با یه دونه دست سخته. خیلی سخته. تعریف میکنی اونا حوصله‌شون سر میره اون پشت. تو تعریف کن. من دارید خط لب ماتیک میزنی واسه اون قرمزه. مک قرمز صورتی نداریم؟ چجوری من با یه دست در اینو باز کنم؟ خب من مجبورم یه رنگی بزنم که راحت تر باشه دیگه. این الان کمک بود؟ ولی موقعی که تو داری با یه دست من آرایش میکنی من کمک نمیکنم. باید حرف بزنی اون موقع. بیا حالا خودت میری کن. آفرین آفرین. یه ذره پایین صاف کن. آفرین. خب
خوشگل شدی، شکل عروسکو شدی. قربونه دارم، دست در نکنه. بچه ها خوشگل شدن. ببین قیافه از 1 تا 10 100 میرین، درسته؟ مرسی. تموم شد؟ 100 قیافه 100. خب برو یکی پیدا کن با یه لایه خیلی نازک کرم پود با یه ذره فاندیشن، همون که تو گفتی، با یه خط لب و یه برق لب این شکلیشه. بچه ها ببینید یه چیزی، ببین ما تو بارون من خیس شدم و بعد کامنت بزنید، لایک کنید، سابسکرایب کنید. من امروز اینو میذارم. امروز هم تازه 2 فروردین 1404 اولین عید همه مبارک. عیدی من یادتون نره بهم عیدی بدین لطفا. فعلا تا ویدیو بعدی. تا ویدیو بعدی چیه؟ تو قراره تو هم آرایش کنی؟ فعلا برو حسابش کن خیس شد، همه وسایل خیس شد.